درود برابط، من رضا ترچم. امروز اومدم با یه آموزش خفنه که بریم تو کارش. آقا 2 تا پیستون رو زمین میذارین دقیقا اینجا و اینجا با فاصله 2 تا بلاک. بعد یه بلاک جلوترش رو اینجوری میکنیم. خب دقیقا اینجوری همینو درست کن شما. خب بعد آرمور استند رو کرد به سمت خودتون اینوری میذارین، بعد اینوری میذارم اینجا. حالا کلاه حتما آهنی اینجوری میذارین. بعد فقط کافیه که پیستونا رو فشار بدین، این اینجوری میشه. حالا اینا رو میکنم پر میکنم که معلوم نباشه. حالا رنگ مورد علاقتون پس بردارین، یکی اینور یکی اینور. حالا از این تابلوها میشینیم یه دونه اینجا، دوباره میشینیم یکی هم اینجا. حالا فقط کافیه که اینجا، حالا فقط کافیه که از بلاک چوب اینجوری اینجا بذاریم. مبل و نگاه تازه روشی هم میتونی بخوابی. بهتر از این حساب کن.